تمام بینندگان گرامی، گرچنده که روزهای اخیر در شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان، سامانه‌های اینترنتی، سامانه‌های رسمی خبر در مورد به قید گرفتن نشدن کرونا ویروس در تاجیکستان پخش شده است و از مردم خواهش کرده استادند که به وهمه باور نکنند، به تهلکه نیفتند. به هر حال مردم به تهلکه داده شدند و حالا باشد در بازار مرگان ازدحام مردم جمع شدند. از همه بیشتر ارد و روغن خریده ایستادند و گفت بعضی از خریداران گویا که سرحدها محکم شده باشند و ارد نمیمونده باشد، از این لحاظ آنها بیشتر ارد ذخیره کرده ایستادند، لیکن اکثر مردم به این وهمه باور ندارند. برای چی شما سل اینجا آب خریدید؟ مردم وهمه چیه نمیدونم شدن. ما 5 کیلو روغن گرفتم تمام. بسیار اینجا آرد خریده؟ ما یک تا گرفتیم خواهد. ما ایتالیا باوری ندارم، نه خدا خودش نگهدار. راست میگم ما ایتالیا ما باوری ندارم. شما برای چی خیلی نوبت ایستادگی؟ برای ارد تا امروز یعنی 5 مارس سال 2020 در جمهوری تاجیکستان بیماری کرونا ویروس و نشانه‌های حتی به آن مانند به قید گرفته نشده است. این مسئله کرونا ویروس هر لحظه علیه زیر نظارت قرار دارد و این تهلکه‌ای که امروز جامعه ما را فرا گرفته است اساسی واقعی ندارد. بار دیگر مراجعت میکنم به مردم کشورمون که به این آوازه ها باور نکنند. کرونا ویروس در تاجیکستان به قید گرفته نشده است. در این سمت کارهای زیادی انجام داده ایستاده است و اون کارهایی که مثلا امروز علاقه چاره‌های پیشگیری که عملی شده ایستاده است، اینها تنها به خاطر پیشگیری از بیماری کرونا ویروس. این با راه قطروی، با راه هوایی یکی از راه‌های گزارش این بیماری است. از شهر اوخانی مضافات خوبه جمهوری مردمی چین که اونجا منبع اساسی پنجشنبه این بیماری از آنجا بود، از آنجا نیز دانشجویان ما به تاجیکستان برگردانده شدند، آنها نیز به کرانتین فرا گرفته شدند و خوشبختانه بعد از تشخیص 14 روزه معین گردید که در آنها نیز این بیماری آشکار کرده نشد. این اوضاع مش دروغه اپاجون. که مردم از 2 روز است که همین ذخیره کرده استادند، ارد بسیار گرفته استادند. اگه مردم چخه توجیک ما همین ای که یک کم تر واشه و بعد سر میکنه. اما آوازای دروغ و باور میکنن. این باور کردن در کار نیست اپاجون. با الله سپردن در کار. چرا مردم اینقدر ارد بسیار خریده استادند؟ نمیدونم برای چیه که مردم آیا با آوازه باور داشته باشند؟ نمیدونم. اگه اون گپ هست شنیدن و خیلی کم برای اردم جا ارشاد ایستادگی. چند اینجا ارد نیت دارید خریدن؟ یک تا؟ یک تن دریا کنیم شگر راست میگم چی در کار های این اوضاع که ای کسل اینه و ایو باباسه به خدای طول راه میگردیم و چی را میگردیم و هر چی را نمیگردیم. ما مسلمان باشن باباسه به خدای طول راه میگردن و چی گره میگردن بو نبرید یا جوگه مگزین ارد تمام شده اینجا اومدیم. برای چی تمام شده باشه با فکر شما؟ نمیدونم مردم وای میکنن. برای چی؟ هست نه خونوا چی خیل؟ نه خونوا ساز یاست نواتسون. оила тиҷи садранги зиндагӣ ба сомонаи мо обуна шуданро фаромӯш насозед.